از یه روز کسل کننده دیگه آجی. بریم یه چیزی بزنیم بر بدن و برم بیرون بینیم اوس کریم امروزمونو چجور نوشته. خب چی داریم؟ اینم از صبونه. حوصله‌مو سر رفت انقدر که تو خونه موندم. برم بیرون ببینم برابکس دارن چیکار میکنن، ببینم محله چه خبره. آره بزن بریم بزن. لا 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 لا. این هاش برابش ها دارن چی پچ میکنن؟ فکر میکنن راجع به چی حرف میزنن؟ بابا انگار انا خفته هم بیدار شد. هی سجی، هی پسر یالا بیا اینجا کارت داریم، یالا بیا. به سلام برابچ، احوال شما؟ داشت تو اینقدر میخوابی؟ یه وسطی چیزی نگرفتی احیانا؟ اگه درد داشتی لاشی به خودم بگو ردیفت میکنم. خفه شد دیگه داشتیا. راستی سیجی باردی داشتیم در مورد امشب حرف میزدیم که چی کار کنیم. برنامه چی امشب؟ چهارشنبه سوریه نسلامتی ناموسن امشب و پس باز بهتره کنیم. داش من ماشین رو ردیف میکنم و رایدر تو ترقه ها رو ردیف کن و سوی تو هم برو تو محل بگرد جای کیسا رو پیدا کن. حل لاشیا. آره یه چیزی بیارم پشماتون اصلاح شه. پس حل پسرو، همه بریم سر کار خودمون. یا وسط حالا برش بده ساسی کمرو حالا شافنه رو. آره بنازم سید، بنازم سید، جان بنازم. بس دیگه سید، برم ماشین بابام رو بردارم و برم دنبال سلاطینو که امشب رو بتره کنیم. خدا کنه بابام نفهمه. سویدین دیگه چی آوردیم؟ مگه با ما نمیای داش؟ نه سید، میخوام با موتوری که قرض گرفتم یکم پوز بدم. باشه پس سی یعنی بخشی سیجی بزن بریم. سید تو دنبالمون را بیافت. به همین خیال یعنی خیال باش داش. بزن بریم سید. یالا رایدر سوار شو. صبر کنید منم بیام لاشیا. نه یعنی داشیا. به چه جیگرایی. خانوما پایین بریم یه دوری بزنیم. بارا کنار احمق. با این قیافه شخماتیکی که تو داری با سن اسماک هم جوابتو نمیده چه برسه به اینا. خاک بر سرت کنم تو با سن اسماک از کجا دیدی کسافت؟ از تو دست شهیدیت زدم اشغالمون حرف. حالا فرار کنی یا بوم انداختن زلاشون. فرار کن اشغال. ای اشغال کسافت. ای رایدر کسافت. یالا سیجی گاز بده اشغال. بزن به کاج. برو حاجی عجب کیفی داد ناموسم. بنازم سید، بنازم. ها قشنگ تعطیل این داشتمون خدا شاهده. آره سید میگم بزرگواران نظرتون چیه همینجا تو محله خودمون بدون سر و صدا یه چهارشنبه سوریه ناب بگیریم با اهالی اهل محل یکم رقص و شادی کنیم؟ لاشیا نه یعنی داشیا. با اینکه هیچ وقت با رایدر موافق نبودم ولی این دفعه رو موافقم. تاجی نه یعنی حاجی. پس یالا حاجی بریم تو کارش داشیا. بنازم برو بچه ازم جاوشم.
بنازم سید. بنازم که سید برآمد واقعا با شکوه و زیبا برگزار کردی. بنازم امسال رو گرفتیم. آره داش واقعا زیباست. آره سلاته، راستی میگم سیسی، یعنی ببخش سیجه، اون پدرت نیست داره اون اصلا با دختر محل میرقصه؟ ممنونم از شما دوستان که تا اینجا کار با ما همراه بودید و ممنون میشم که چنل GTA وید رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغل رو هم بزنید و اگر نظری دارید واسمون کامنت کنید. خوشحال میشم که نظراتتون رو ببینم و اگر از کارمون رضایت دارین تو کامنت ها واسمون بنویسید و اگر هم کم و کاستی داشتیم به بزرگی خودتون ببخشید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.